سلام دوست عزیز، خوش اومدی به قسمت جدیدی از بازی واریورز اورچیز زد. من علیرضا هستم و اولین بار با قیافه خودم اومدم تو دوربین. ببین چی در میاد دیگه. واسه این مرحله جعبه شماره 7 شما باید مرحله فانکسل برید. یکی از راحت ترین هاست. این راحت ترین مرحله که میتونید فکر کنید واسه گرفتن جعبه. کار خاصی نداره. 5 دقیقه وقت دارید. جلوی واتر اتک رو بگیرید. نمیتونید مرحله کامل برید. من دیگه خیلی عجله‌ای برم کار رو انجام بدم، جعبه رو بگیرم، ویدیوش کنم و 1 دقیقه در بیاد. اینجا دقیقا همینجا جعبهش میاد. وای میسیم تو بیاد. بله جعبه اومد اینجاست. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.